خسته نباشید خدمت دوستان و فالوورهای پیج پارسال. دوستان خودروی تیپ 2 رو داریم با ریزش آبی که بهش گفته بودم مال واتر پمپه، ولی موقع نگاه کردیم از واتر پمپ نیست. اورینگ دوراهیش از قسمت بالایی داره نشتی میده، قشنگ تو فیلم مشاهده میکنید. بعد یه اورینگ هم پشتش داره، اینجا رو محفظه سیلند میخوره، یعنی اینجا بسته میشه رو سیلند، این پشت یه دونه اورینگ میخوره. نشتی اصلی از این بوده، ولی این پشتش هم از قسمت بالا از اورینگ دوراهیش داره نشتی میده. دوستان مواظب باشید، یه موقع که میرید حتما بگید که براتون قشنگ تست کنن. این محفظه 1 2 3 تا جای ریزش آب داره، حواستون به نحوه ریزش آبه باشه که از کجاست دقیقا. با تشکر، مرسی.